مسابقات سنوکر با اشتراک 16 بازیکن از سوی ریاست سنوکر ولایت بلخ در شهر مزار شریف برگزار شده بود با موفقیت به پایان رسید. رئیس فدراسیون سنوکر و بیلیارد ولایت بلخ میگوید این مسابقات هفته گذشته با هدف رشد و توسعه ورزش سنوکر و شناسایی استعدادهای برتر برگزار شد. به گفته وی، رامین الهام قهرمان و صبور عظیمی نایب قهرمان این رقابت‌ها شناخته شدند. ماشاءالله موفقیت های چشمگیری دارن، علاقمندی زیاد مردم بازیکن‌ها این نشان میده. دیگه برگزاری این مسابقات باعث رشد و توسعه ورزش هم میشه و ورزشکار هم شناسایی میشه. ما از تمام مسئولین کلاب‌هایی که در داخل شهر مزار شریف فعالیت دارن تقاضا داریم تا چنین مسابقات برگزار کنند تا همون چهره‌های خاصی که نهفته است او شناسایی شود و مرحله بعدی و مسابقات بعدی که بین ولایت می باشه بعدی باز ملی می باشه حتی می توان گفت که شناسایی شده و به مراحل بالا استجای بالا بازی بکنند. اشتراک کنندگان و برگزار کنندگان این مسابقات از برگزاری چون رقابت‌های ابراز خرسندی کرده و بر تداوم آن برای رشد و توسعه ورزش سنوکر در ولایت بلخ تاکید کردند. و به خاطر رشد و به خاطر همین که جوانان تشویق شود و این بازی سنوکر ما پیشرفت بدیم در افغانستان در سطح بین الملل ما دیگه ما خود ما را اندازی میکنیم و از همه کلب‌داران ما تقاضا میکنیم که چنین زمینه را مساعد کنه برای بازیکن‌ها برای جوانان ما که تا این ورزش ادامه بدن و موفق شوند. کلب‌ها به خاطر رشد جوانان مسابقات را اندازی کنند تا بازیکن‌های نخبه از ولایت ما داشته باشیم که بتونن به کابل دستاورد داشته باشن. خیلی خوش میشیم. در پایان این مسابقات از سوی برگزار کنندگان به قهرمانان و برندگان کپ‌های قهرمانی، تقدیرنامه‌ها و تحایف اهدا شد.